بدونن که در واقع چه و سوال دومشون هم در مورد perguntar a pergunta foi feita pelo meu colega, como o Brasil ficamos de acordo nesse sentido, nesse در تاریخ روابط ما nenhum ponto negativo nas nossas relações. آرزو داریم که نیازهامون از کشورهای غربی اعتماد آفرین و همکاری ساز که قطعنامه شورای امنیت دخالت‌های دیگران و ارسال سلاح از طرف دیگران کمکی نمی‌کنه جز ایجاد کینه‌ورزی و دشمنی. درگیری‌ها و کشتارها وضع رو بدتر می‌کنه. اینا چون تفکرشون مادی است فکر میکنن با قطع رابطه اقتصادی میتونن یه ملت رو به تسلیم وادارن. در حال گسترش هستیم تا فضا رو برای منطق. من نگفتم اونجا از سیاست خارج میشم، گفتم برمیگردم دانشگاه و مشغول کار خودم میشم.